زکات و صدقه چی فرق دارد؟ برادر عزیز، زکات رکن از ارکان اسلام هست. تا اگر اون نصاب دارد، مثال نصاب این ساله 64,000 سومانی اگر باشد، بالاش یک سال بگذرد 1600 سومانی شما زکات میدهید. در صورت ندادن وعیدهای سختی هست برای انسان هایی که زکات نمیدهند. اون عذاب در قبر و مصیبت برای اون انسان ایجاد میکند در روز قیامت، در میزان و در صراط. این رکن از ارکان دین هست. در زمان ابوبکر صدیق آنانی که زکات نمیدادند در مقابل اونها می جنگیدند و زکات تقریبا در 32 جای قرآن در بری نماز ذکر می شود که شما نماز را ادا کنید و زکات را بدهید و بسیار این رکن از ارکان اسلام است. اما صدقه این یک چیزی هست که انسان از خودش میکند. این فرض نیست بر انسان، واجب نیست برای انسان. انسان از خودش میکند که خداوند گناهان او را بخشد، خداوند از او راضی شود، خداوند مال او را تازه کند. صدقه سیر باشد، پنهانی صدقه تدفع غضب رب، یعنی خاموش میکند غضب پروردگار را. صدقه تدفع البلا، بلا را دور میکند صدقه. اگرچه فرض واجب نیست صدقه کردن، اما این خوبی های زیادی دارد. مثل کوه احد اون را از روی اجر ثواب روز قیامت شما درک میکنید. حتی در بعضی آثار آمده است که یعنی مرزاکم بالصدقه، شما دوا کنید بیماری هایتون را به صدقه کردن. صدقه کردن میشود که برای انسان تن صحت الله تعالی عطا کند.